همایش جمهوریوی علمی عملی در موضوع اصلاحات نظام اداره‌کنی سوهای معارف و به حسابگیری مناسبی آن در شرایط مناسبت‌های نوع اقتصادیات با سخن افتتاحی رهبریت دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی آغاز یافت. ذکر شد که جمهوری تاجیکستان همچون دولت صاحب استقلال و دموکراتی اصلاحات سوهای معارف را همچون هدف استراتژی و افضلیت‌ناک قرار داده پیوسته برای رشد آن تدبیرهای تأخیرناپذیر می‌اندیشد. اصلاحات معارف در جمهوری تاجیکستان به خاطر وسیع نمودن امکانیت‌های معرفتی شهروندان، تشکل مکانیزم‌های نوی اداره‌کنی ساحه، تربیت کادرهای به بازار مهنت رقابت‌پذیر، صاحب معرفت با فرهنگ مستقل، ایجادکار و نوآور، اینچنین برای مطابق نمودن ساحه تحصیلات به استانداردهای جهانی روانه کرده شده است. همین است که وزارت معارف و علم نظام اطلاعاتی اداره‌کنی ساحه را رکن مخصوص و مهم سیستم ملی تشکیل سیاست به نقشه‌گیری و اداره‌کنی ساحه معارف می‌یابد و رشد من بعدی آن را یکی از وظیفه‌های اولین درجه اصلاحات معارف می‌داند. آموزش سمت‌های گوناگون این ساحه از قبیل به حسابگیری مناسبی آن در شرایط مناسبت‌های نوی اقتصادیات در مؤسسه‌های عالی تعلیمی از جمله در دانشگاه آموزگاری به راه مانده شده است که برای حل مشکلات ساحه مساعدت خواهد کرد. از همه مشکل‌ترین این ندانستن استفاده برای تکنولوژی اینفورماسیونی امروز که ضرورت برای اینکه جمهوری ما با اقتصادیاتی صفروی میگذارد، رقمی میگذارد و باید که هر یک متخصص استفاده کامپیوتر رو باز از بر ببیند. وقتی ما به اقتصادیاتی رقمی گذاشتیم باید که هر یک همون شخصیتی که آید به همین سیستم کار میکند در همین نظام کار میکند و باید که کامپیوتر داند. سپس از جانب اشتراکچیان همایش، عالمان و آموزگاران ساحه اقتصادیات در موضوعهای رشد اقتصادیات ملی در شرایط گذشتن به اقتصادیات اندستریالی اگراری نگاه به فعالیت علمی و آموزگاری ظریف شریفوف، نقش پروفسور ظریف شریفوف در تربیت کادرهای محاسبی در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی برآمدهای پرمحتوا نمودند. کار همایش جمهوریوی در فاکولته اقتصاد و اداره دانشگاه در بخش‌ها ادامه یافت.